سلام، امیدوارم که حال دلتون فوق‌العاده باشه. با تدریس انتگرال مجدد در خدمت شما عزیزان هستم. این مبحث حل انتگرال به روش یو. میخوایم وارد خانواده یو بشیم و ببینیم که تو خانواده یو چه خبره. اگر یادت باشه ما انتگرال ها رو گفتیم با دیفرانسیل میاد، چه تو خانواده x باشن چه تو خانواده یو باشن. اما اگر همه جا x نباشه و به جای x یک عدد دیگه، یک حروف دیگه بشینه، چه کار باید کرد؟ این صرفاً یو نیستش، میتونه حتی اول اسم خودت باشه، اما بر اساس قراردادی که پیش اومده و توی ریاضی عمومی کرایچیان هست یو در نظر میگیرنش. ای بابا هی بهت میگم کفشه رو باید برداری. آره منم دیده بودم ایشون. سلام. نه بابا اصلا باهاشون نباید صحبت بکنی. سلام. ای صاحب ببینم این خانم کیه؟ بفرمایین. ببخشید ما داریم تحقیق میکنیم راجع به این که ما تو خانواده یو و خانواده ایکس ها انتگرال ها رو چجوری حل میکنیم. اگه لطف بکنیم و تلفنتون رو قطع بکنیم برای ما توضیح بدین ممنونتون میشم. آها یه لحظه خواهش صبر کن. باشه عزیزم الان برات میگم. ببین قربونت بشم اصلا لازم نیستش که خودتو نگران بکنی. انتگرالت هر چی که بود، اصلا ببین مربع بود، مثلث بود، ستاره بود، هر چیزی که بود تو فقط کافیه یو پریم و دی یوش رو حساب بکنی. حالا اینکه اینا چجوری حساب میشن مثل اینکه خانواده قرار بهت یاد بدم، من نمیدونم دیگه. فهمیدی؟ متوجه شدی؟ پس شما دارین میگین انتگرال من هر چیزی که بود من کافیه که 3 تا فاکتور یو پریم و دی یو رو حساب بکنم. آفرین عزیزم. متشکرم ازتون. ببخشید که وسط تماستونم مزاحمتون شدم. نه بابا خواهش میکنم. الو عزیزم داشتم برات میگفتم این دامن این هست. خیلی خوب بچه بریم جلوتر. چه عجب که اومدی. هی منتظرتم. دوستان بابا 100 بار زنگ زدن دیگه. باشه آروم باش. زود برام توضیح بده بعد برو پیش دوستات هر جور دوست داری. اگر میخوای برام توضیح نده خودم بخونم. لازم نکرده تو بخونی. تو اگه میخواستی بخونی که خودت میرفتی میخوندی. هی خانواده ما هم درگیر این ماجرا نمی‌کرد. ببین اگر عبارت تواندار بود، نمیدونم زیر رادیکال بود، یعنی ثابت مثلثاتی نمایی بود، تو مخرج و اینا بود، اونو به عنوان یو حساب کن. بقیه‌اش هم برو تو خانواده بعدیمون بشنو دیگه. شما رو نمیدونم ولی من که واقعا با خانواده ایکس ها بیشتر حال کردم. این خانواده یو یه کمکی اسم میکنم پخش و پلا، اون که رفتش. پس بذار من اینو بیام میبرتر که خودم برات توضیح بدم، چون اسم میکنم که این موضوع خیلی مهمه. ببین ما الان اگر یادت باشه اومدن بهمون گفتن که 3 تا فاکتور لازمه، یکی یو پرین، یکی دی یو، درسته؟ مثل آی یو نشون شد دی یو. بعد برای پیدا کردن یو ما عبارات تواندار رو در نظر میگیریم. عبارات تواندار یعنی چی؟ مثلا باشه 2 به روی 3x، این 3x رو به عنوان یو در نظر میگیریم. عبارات زیر رادیکال هر چیزی که بود اینو به عنوان یو در نظر میگیریم. عبارات درون ثابت مثلثاتی و تابع نمایی، مثلا سینوس باشه، کوسینوس باشه. تابع نمایی چی بود؟ ای به توان x باشه، ای به توان یو، ای به توان یو باشه. حالا x هم حساب میشه، مشکلی نداره. عباراتی که توی مخرج هستن اینو میتونی به عنوان بخشی از اون رو به عنوان یو در نظر بگیری. حالا توی دل مثال بهتر متوجه این جریان میشی. خیلی خوب بریم ادامه ماجرا. سلام خوشگله، چطوری؟ خوبی؟ ببین برای آموزش پیدا کردن یو تا هیچ کاری لازم نیست بکنی. اون یو پرینی که پیدا کردی که توی چند جلسه با خودت یاد گرفتی و مشتقش حساب کردی، اونو یه دی ایکس کنارش بزن، دی یو در میاد. خوشگل من شماره بدم. امان از دست تو بچه. بچه پس فهمیدیم برای پیدا کردن یو شما فقط کافیه که مشتق یو رو که هر چیزی که هست رو داشته باشین و یه دی ایکس بهش اضافه بکنین. چرا برام نمیاری خوشگله؟ حالا برش بهت شماره رو میدم، اگه دوست داشتی زنگ بزن. برو بچه بدو مشقات مونده. امان از دست این بچه ها. ای جانم سلام در بزرگ، خوبین شما؟ سلام ننه. آره من که عالیم. بیا بهت یاد بدم چه کار باید بکنی دخترکم.
برای پیدا کردن انتگرال های یو شما 3 گام باید برداری ننه. یو پرین و یو دی یو رو حساب بکنی. برای پیدا کردن یو همینطور که نوام گفت عبارات تواندار زیر رادیکال مخرج ها توابع نمایی مثلثاتی جزو یو حساب میشن. برای یو پرین هم که مشتق یو رو میگیری و برای دی یو یه دی ایکس اضافه میکنی ننه. و کنار کاغذت اضافه میکنی که یو پرین و دی یو رو بنویسی. مرحله بعدی حذف عبارت دی رو تو نگاه میکنی ننه. هر چیزی که هست از تو عبارت حذف میکنی. مرحله بعدی نوشتن هر چی که مون. الان ای سینوس ایکس مونده بود. تعویض کردنم که ما به جای یو سینوس ایکس رو گذاشته بودیم، پس به جای سینوس ایکس ما یو میذاریم. بعد مرحله بعد جایگذاری میکنیم، یعنی یو رو که به جاش سینوس ایکس هست و به جاش یو قرار میدیم. در آخرش هم که دیگه یو رو اضافه میکنیم و از انتگرال خارج میکنیم ننه. به اضافه ثابت سی هم که فراموشمون نمیشه. بعدم جایگذاری یو که به جای یو سینوس ایکس رو قرار میدیم. یه چیزی رو من لازم به ذکر که توضیح بدم این قسمته. خب ما این جایی که میخوایم از داخل انتگرال خارجش بکنیم، چون ای به توان یو مشتقش ای به توان انتگرالش ای به توان یو هست، ما اینو دست نمیزنیم. خب الان من یک مثال برای شما حل بکنم. این مثال رو توجه بکنید. گفته انتگرال 2x 5 به اضافه x2 dx. خب من به جای من یو پرین اینو حساب کنم. یو پرین و دیه یو پرینمون چیه؟ یو پرین میگه که من توابع نمایی هستم، مثلثاتی هستم، عبارات تواندار هستم، عبارات زیر رادیکال هستم، توی مخرج هم هستم. پس من اینجا میبینم که توی مخرج هستش. پس میگم 5 به اضافه x2. 5 که عدد ثابته، x2 هم که اگر توی مراحل قبلی یادت باشه این میشد x به توان a که میشه ax. پس ax میشه 2x. پس دیگه x هم که میشه 2x دیگه x. من اینو پاک کنم. و این فاکتورامونو باید در نظر داشته باشیم. من میذارمش این بالا. مرحله بعدی ما میگیم دی یو رو از داخل عبارت حذف میکنیم. 2x دی x رو من اینجا حذف میکنم. اون چیزی که میمونه رو یادداشت میکنم. 1 به روی 5 به اضافه x2. اوکی؟ مرحله بعدی جایگذاری یا تعویض کردن اسمش البته بود. میشه انتگرال 1 به روی یو. مرحله بعدی این هستش که بهش دی یو رو اضافه بکنم. مرحله بعدی این هستش که من الان اگر اینو ضرب در 1 بکنم به این شکل در میاد. میشه دی یو به روی یو. دی یو به روی یو. اوکی؟ که این میره زیر انتگرال. اینجا رو من داشتم بهت میگفتم توجه بکن. اینجا من از انتگرال خارج بکنم، این از انتگرال خارج بشه میشه ln u به اضافه ثابت c. و در آخر به جای u جایگذاری میکنم ln 5 به اضافه x2 میکنم به اضافه ثابت c. تمام. بریم برای مثال بعدی. مثال بعدی گفته انتگرال ای به توان x کوسینوس ای به توان x دیگه x. من این کوچیکش کنم که خیلی فضا نگیرد. خب بریم برای پیدا کردن فاکتورامون. پیدا کردن فاکتورامون بود یو ریاضی بچه از این سمت یو پرین و دیه یو. توابع نمایی به عنوان یو حساب میشن. مشتق ای به توان ایکس میشه ای به توان ایکس. دیه یو هم که گفتیم مشتق رو مینویسیم، یه دیه ایکس بهش اضافه میکنیم. من باز اینو کوچیکش کنم.
بهش. مرحله بعدی جای دی یو رو از داخل این موضوع خارج میکنم. حالا من از کجا بدم که اینو باید حذف کنم یا اینو یا هر دو تایشو شاید باید حذف کنیم. اش ببینیم برای اون چیزایی که بعد یو رو باش پیدا بکنیم، اون فاکتورایی که هست، خب یکی از فاکتورهامون عبارات درون کمان هستش که اینو دخترمون چون ازش عجله داشت نگفت، ولی من بهتون میگم عبارات درون کمان رو ما به عنوان چیز قرار میدیم، یو قرار میدیم. پس منم اینجا میگم عبارات توی کمان رو به عنوان یو قرار میدم، دی ایکس هم که هست میکنم. اون چیزی که میمونه رو یادداشت میکنم، ای به توان ایکس کوسینوس. خب مرحله بعدی جایگذاری هست. تعویض هست. میشه انتگرال کوسینوس هم رو می نویسم. خب به جای ای به توان ایکس ما اینجا یو داریم، پس من اینو قرار میدم، میگم کوسینوس یو. مرحله بعدی قرار دادن دی یو هست. مرحله بعدی میشه از داخل انتگرال خارجش میکنم. من اینو توی قسمت بعدی میگم. اوکی؟ کوسینوس از داخل انتگرال در بیاد میشه سینوس یو به اضافه ثابت سی. حالا به جای یو من می نویسم سینوس ای به توان ایکس به اضافه ثابت سی و تمام. جوابمون در اومد. خب داخل این مثال ما هم رادیکال داریم هم کمان داریم. دقت اگر بکنین هر دوتایشو داریم. بعد از کجا بدونم که یو کمانه یا یو یا رادیکاله؟ همیشه اینو در نظر داشته باش، رادیکال اولویت بیشتری نسبت به کمان داره. پس من یو رو پیدا کردم. یو میشه زیر رادیکال که میشه 2 تا x2 منهای 2. اوکی؟ حالا اگر من بخوام اینو مشتقش رو بگیرم باید چی کار بکنم؟ قبل از اینکه بخوام این مثال حل بکنم بیا با هم نگاه کنیم ببینیم 2x2 مشتقش چجوری حساب میشه. زود میری یک قلم خودکار برمی داری و این فرمول رو مینویسی. میگی a ضرب در n ضرب در x n منهای 1 به این شکل. حالا به جای a ما 2 داریم، به جای n هم 2 داریم. 2 تا 4 تا x رو مینویسی، n هم که 2 منهای 1 پس مشتق 2x2 میشه 4x. و همین آبی بنویسم که قاطی نشه. 4x. اینجا هم که 2x بود 2xش میره 2 میمونه و برای دی یو میشه 4x منهای 2 دی x. پس ما 3 تا فاکتور رو پیدا کردیم. مرحله بعدی حذف دی یو هستش. 4x منهای 2 میشه این. اون چیزی که میمونه رو یادداشت میکنم. انتگرال رادیکال 2x2 منهای 2x. مرحله بعدی تعویض کردن هستش. میشه انتگرال رادیکال به جای 2x2 منهای 2 ما یو میذاریم. میشه انتگرال رادیکال یو. رادیکال یو رو اگر از انتگرال خارج بکنیم میشه یو به توان 1/2. اینجا بچه استاد من اومدن گفتن که بیایم و بگیم یو به توان 1/2 به اضافه 1 به روی 1/2 به اضافه 1، یعنی مثل x به توان n پیش بریم. خب ما اینجا توی جلسات قبلی اگر یادت باشه رادیکال یو رو به صورت یو پریم به روی 2 تا رادیکال یو می نوشتیم. خب کاری که اینجا استاد من کردن اومدن اول یو رو به x تبدیلش کردن که اینجا بگن که پایش x هست، بعد میشه x به توان n که از این فرمول رفتن. شما میتونید اون کار رو انجام بدیم بعد تبدیل انجام بدیم، ولی خب این کاری که استادم کردم و من همین رو انجامش میدم و دی یو رو هم بهش اضافه اینجا که من رادیکالش رو نوشتم
اینجا دی یو رو هم بهش اضافه میکنم که بعد از انتگرال خارج میشه، به این شکل در میاد و به اضافه ثابت سی میشه و در انتها ما به جای یو جایگذاری میکنیم و میگیم 2x2 منهای 2 به توان 3 دوم به روی 3 دوم به اضافه ثابت سی. خب از اونجایی که دیدم هی دارم زوم میکنم و ممکنه یه جاهای شو خودتون خسته بشین از چیز، من نوشتم که فقط نشون بدم. ببین گفته انتگرال تانژانت x دی x. ما میدونیم تانژانت نسبت سینوس به کوسینوس هستش، درسته؟ خب حالا بریم سراغ یو پریم و دی یو میشه کوسینوس. چرا؟ چون توی مخرج هر چیزی که بود به عنوان یو مینویسیمش. مشتق کوسینوس میشه منفی سینوس، دی یو هم که میشه منفی سینوس دی x. منفی سینوس دی x رو از داخل محاسباتمون کم میکنیم که یک منفی بعد بهش اضافه بکنیم، منفی سینوس دی x. در ادامه میایم اون چیزی که باقی میمونه رو مینویسیم. از بالا یه دونه یک میمونه، از پایین کوسینوس یه منفی هم که داره. بعد تعویض میکنیم، به جای کوسینوس ما یو میذاریم، میشه منفی یک به روی یو. دی یو رو هم بهش اضافه میکنم و میشه منفی دی یو به روی یو که توی جلسات قبلی فهمیدیم که دی یو به روی یو میشه ln یو که یک منفی هم به خاطر این منفیه بهش میدیم و به جای یو جایگذاری میکنیم، میشه منفی ln کوسینوس x به اضافه ثابت c. شما فقط کافیه که مراحلش رو برای خودت جو بنویسی، بر اساس اون مراحل یکی یکی پیش بری، بعد قشنگ متوجه میشی چی به چی بود. ادامه میدم. گفته انتگرال ln x دی x. بچه اینجا یک نکته مهم هست. اینجا ما یو چون بگه که مخرج بشه، خب ولی من اینجا چرا نوشتم ln x؟ آیا من اشتباه کردم؟ خیر. این نکته رو باید بهش توجه کنیم. اگر بتونی مشتق یه چیزی رو پیدا کنی، اون یو هست. این یعنی چی بچه‌ها؟ من کمی خطم خوشگل‌تر کنم، اینجوری و اینجوری. خب این یعنی چی؟ حالا ببین ما اگر xمون مشتقش رو ببینیم میشه 0، درسته؟ ما اگر مشتقش رو داشته باشیم اصلا هیچ کاری برام انجام نمیده. اما ln x مشتقش میشه 1x. من xش رو دارم میبینم یه دونه یک بالا میمونه که بعد بهش اضافه بکنم. پس در واقع اگر مشتق رو تونستی بسازی یا توی قسمت‌های مختلفی از عنوانت ببینی، اونو به عنوان یو قرار میدیم. و یو پرینش هم که یک x دی یو هم که بهش دی x رو اضافه کردم. بعد اومدم گفتم اون چیزی که یک x دی x رو حذفش کردم، از داخل اون چیزی که موند این هستش. بعد ln x همون یو هست، دی یو رو هم اضافه کردم. دوباره از فرمول استادم که گفتن توان رو در نظر میگیری، به توان میرسونم، تقسیم بر 2 میکنم، به اضافه ثابت سی میکنم و در آخر یو رو جایگذاری میکنم و به اضافه ثابت سی در انتها. دوباره انتگرال ای به توان 3x سوم دی x. ما یو پرینمون نگاه میکنیم، ما گفتیم عدد توان داره داخل توابع نمایی به عنوان یو انتخاب میشن و 3x میشه، مشتقش هم 3 تا دی x حساب میشه. حالا اینجا رو دقت کن که دارم اینطوری سعی میکنم که چیزای متنوع بگم که خسته نشی. ببین اینجا ما داریم 3 تا دی x ولی ما اصلا اینجا 3 تا دی x نداریم. چیکار میکنم؟ میام یه دونه 3 به این عبارت اضافه میکنم، یعنی ضرب میکنم، برعکسش میکنیم، به قولی ورچوپش میکنیم، 1/3 اینجا مینویسیم. خب و من میام از داخل این عبارت 3 تا دی x رو حذف میکنم. اون چیزی که میمونه 3 تا 3 ای ببخشید انتگرال x به توان 3x هستش. 3x به عنوان یو اینجا انتخاب شده، پس من یو رو مینویسم، دی یو رو اضافه میکنم. از توی جلسات تقریبا اول میشه دوم میشه گفت که ما یاد گرفتیم انتگرال ای به توان یو مشتقش پشتشه، ای به توان یو رو می‌نویسی به اضافه ثابت سی می‌کنی. این یه سوم از کجا میاد ماندگار؟ این یه سومی که اینجا نوشته میشه اینو میای توی جواب نهایی حتما بنویسین. یعنی ببین بچه‌ها هر وقت که شما به یک همچین چیزی برخوردین اول اون عدد رو بنویسین که یادتون نره. اینکه یک سوم اونجاست. یو به توان ای به توان یو رو هم که اینجا نوشتم، مشتق یو هم که اینجا می‌نویسم. 3 هم با 3 خط می‌خوره
و به اضافه ثابت c باقی میمونه. و مثال آخر که نیست فکر کنم، چرا؟ و اما مثال آخر انتگرال سینوس 3 تا منهای 2x دی x یو پرینش میشه داخل کمان، یو میشه منفی دو دی x هم که مینویسم. منفی 2 رو ندارم، منفی 2 رو به عبارتم اضافه میکنم، همونو برعکسش میکنم و پشت انتگرال قرار میدم. بعد حذفیاتم رو انجام میدم و اون چیزی که باقی مونه رو مینویسم. در آخر به جای چیز تعویض میکنم، به جای یو ما 3 منهای 2x رو داشتیم، پس به جاش یو میذارم، دی یو رو هم اضافه میکنم، بعد از تو انتگرال خارجش میکنم. سینوس میشه کوسینوس. این منفی از کجا اومده؟ اینجا من چون منفی 2 داشتم، اینجا منفی 1/2 دارم دیگه، پس منفی هم که در میاد. البته اینم در نظر بگیر که سینوس انتگرالش میشه منفی کوسینوس. یو رو هم می‌نویسم به جای ثابت سی میکنم. منفی 1/2 رو از اول که اینجا پشت انتگرال تولید کردم و می‌نویسم. منفی کوسینوس رو می‌نویسم به جای یو جایگذاری میکنم، به اضافه ثابت سی میکنم. اینم از این. خیلی بچه‌ها راحته، خیلی فقط کافیه فرمول ها رو، روش ها رو در واقع روش رو یاد داشته باشی، فرمولا رو هم حفظ کرده باشی و مثل آب خوردن میتونی یکی یکی حل بکنی انتگرال ها رو. حتما مرور جلسه فراموشت نشه. توی قسمت بعدی میخوایم راجع به انتگرال به روش ذهنی با هم کار بکنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و خدا نگهدار.